بر اثر ترکیشی که 4 دکامبر سال 2022 در یک بنای استقامتی در شهر نیژنیورتوفسک که حوزه مختار خانت مانسی در شمال روسیه رخ داد، دست کم 6 تن کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. وضع 3 تن از مهاجران وزنین ارزیابی می شود. گفته می شود این ترکش در بنای 5 قبطه در کوچه میر رقم 6A در نتیجه استفاده نادرست بالون گاز رخ داده است. اینترفاکس با تکیه به منابع خود می نویسد که ترکش در آشیانه دوم بنا زمان رخ داده است که ساختمانچیان به تعمیر یکی از خانه ها مشغول بودند. در نتیجه ترکش 5 منزل فرو رفته، 10 منزل دیگر ضرر جدی دیده است. نجات دهندگان 52 نفر را به جای امن انتقال دادند، ولی تا حال تقدیر 7 تن با شمول کودکان خردسال نوروشن باقی مانده است. در شهر نیژنیورتوفسک حالت فوق‌العاده اعلان شده. عملیات نجات‌دهی و گفتگو شخصان بی‌درک شده تا حال ادامه دارد. تا به حال شخصیت ففتیدگان رسانه‌ای نشده است. تنها از 2 آسیب دیدن نام میبرند که در بیمارستان در حالت وزنین قرار دارند. درباره آسیب دیدن کسی از شهروندان تاجیکستان در این فلاکت خبری به دست نرسیده است. امیدواریم که کسی از هموطنان ما در این فلاکت آسیب ندیده باشد. در خبر آمده است که بنای استقامتی سال 1974 ساخته شده، در آن 226 نفر به سر میبرند و آن با گاز طبیعی مجهز گردانیده نشده است. این علاقه سیومین ترکش گاز در بناهای استقامتی در دوام 24 ساعت در سراسر روسیه است. از اول سال باشد در 34 ترکش گاز در بناهای استقامتی در روسیه دست کم 32 نفر به هلاکت رسیدند.